آدمای مسخره‌ای که تو مدرسه وجود داشتن، اونی که هیچ گوهی نبود ولی فقط ادعای جاهلی میکرد، اونی که هیچ کاری نمیکرد فقط به بقیه نگاه میکرد، اونی که جز خایمالی هیچ کاری نمیکرد، شغلش خایمالی بود، به جز کار خایمالی هیچ گوهی نمیخورد. علی محمد خوراکی رو برده، برو بریم بگیریم ازش. اونی که سرسنگین بود، با هیچ کسی حرف نمیزد. و در نهایت اسکل کلاس به مسخره ترین چیزها میخندیدن. علی پور همینطوری ببین زیر پاش سر خورد. آره کمون داد بخوره زمین. ولی در نهایت همه با هم دوست بودن. Because you lied, what we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's jumping on my dick, I know she like it 'cause you lied.